أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. الله صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث و گفتگومون در مقام دوم تقسیم اجتهاد بود به اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی. این تقسیم هم دیروز عرض کردیم بنابر مبنای کسانی که اجتهاد را به ملکه تعریف کردن و الا اگر ما اجتهاد را به معنای فعلیت بگیریم گفتیم یا محال عرفی است بلکه محال عقلی می باشد. پایان بحث دیروز عرض کردیم که آیا تقسیم اجتهاد به مطلق و تجزی ممکنون ام لا. بله، عرض کردیم که سه دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه تفریطیه، یک دیدگاه افراطیه و یک دیدگاه هم دیدگاه تعدیلیه. دیدگاه تفریطی اینه که اصلا اجتهاد تجزی ممکن نیست. ما یه اجتهاد بیشتر نداریم، همون اجتهاد مطلق. دیدگاه افراطی اینه که نه تنها اجتهاد تجزی ممکن است بلکه واجبم است. اینم قول دوم. قول سوم نگاه اعتدالیه که تجزی، بله، تجزی امر ممکن و جایز می باشد. خب ما باید به قول اول که نگاه تفریطی است بپردازیم که چرا اینا قائلن که اجتهاد تجزی استحاله داره. این آقایون چند تا دلیل برای اثبات مدعای خودشون ذکر کردن. البته من این نکته را قبل از اینکه ادله رو بگم، اکثر علمای امامیه قائل به امکان و وقوع اجتهاد در تجزی هستند. بله، نظر امامیه قاطبشون بر این که اجتهاد تجزی امری است ممکن. خدمت شما عرض بکنم که دلیل اول کسانی که قائلن اجتهاد تجزی محال است این است که با یه بیان اجمالی بعد تفصیلی یادداشت بفرمایید. اجتهاد ملکه نفسانی است. این سقراط. اجتهاد ملکه نفسانی است. ملکه نفسانی قابل تقسیم و تجزیه نیست، پس اجتهاد قابل، بفرمایید، تجزیه و تقسیم نمی باشد، بلکه ملکه اجتهاد یا به نحو مطلق موجود است یا اصلا موجود نیست.
عنایت فرمودید. شما اجتهاد رو به عنوان ملکه پذیرفتین دیگه. اجتهاد به معنای ملکه یا موجود است به نحو مطلق، بفرمایید، یا اصلا موجود نیست. اما این که بگیم ملکه به نحو جزئی موجوده، ملکه به نحو، بفرمایید، جزئی نه، ملکه جزپذیر نیست. یا موجود می شود به خلقت تامه، یعنی اجتهاد مطلق، یا به نحوی که اصلا وجود ندارد. اجتهاد به ملکه یعنی موجود به وجود ناقصی به نام اجتهاد تجزی وجود نداره. این خلاصه دلیل اول شد. روشن شد؟ این خلاصه استدلالش. اما توضیح مطلب، یه بحث مختصر فلسفی رو ما باید اینجا داشته باشیم. با اینه که میفرمان که ملکه جزء کیف چیه؟ نفسانیه. کیف نفسانی تجزیه قبول نمی کند، پس ملکه هم تجزیه قبول نمی کنه. این مطلب رو یادداشت بفرمایید. اون بحث کوتاه فلسفی رو وان این است که آقایون در فلسفه میگن ما یک عرض داریم، یک جوهر. بله، ماهیات یا عرضن یا جوهر. جوهر رو اینجور تعریف میکنن: جوهر ماهیتی است که اذا وجدت لا فی موضوع. بله، جوهر یک ماهیتی است که اگر میخواد موجود باشد نیاز به موضوع و محل ندارد، خودش مستقل است در وجود. اما عرض چیه؟ بله، عرض ماهیتی است که اذا وجدت فی موضوع و محل. تعریف عرض: ماهیتون اذا وجدت فی موضوع و محل. اراد بفرمایید. الان این دیوار رو شما ملاحظه کنید، رنگش چیه؟ سفیده. بله، الان این سفیدی یه عرضه. اگر میخواد در خارج شما رنگ سفید ببینید، خودش به ما هو قابل تحقق نیست. اول باید موضوع به محلی به نام دیوار باشد تا چیزی به نام سفیدی معنی پیدا بکنه، و الا بدون وجود موضوع، بدون محل یعنی دیوار، چیزی به نام سفیدی وجود ندارد. این فرق بین جوهر و عرض. جوهر اذا وجدت لا فی موضوع، اما عرض اذا وجدت فی محل و موضوع. این فرق بین جوهر و عرض. ادامه بدید. مشهور بین فلاسفه آن است که اعراض بر 9 قسمه. فرمودن ما 9 قسم عرض داریم. 1 کیف، 2 کم، 3 متاع، 4 عین،
5 وضع، 6 جده، 7 فعل، 8 انفعال، 9 اضافه. اینا چی هست؟ عرضم. اضافه مثلا چی؟ ابوت و بنوت، یه نسبت دیگه. خب الان این ابوت و بنوت کیه؟ زمانی که یک چیزی دیگر باشه، و الا با نبود فرزند به زید اب گفته نمیشه و بدون پدر به این آقا ابن گفته نمیشه. این خاصیت عرضه. پس اعراض تسعه بهش میگن. درست شد؟ اولین قسم از اعراض تسعه کیف است و کم. کیف رو تعریف بفرمایید. کیف رو اینجور تعریف کردن فلاسفه: الکیفو ماهیتون لا یقبل القسمت ولا النسبه. الکیف لا یقبل القسم ولا نسبه. کیف نفسانی میگه ماهیتی است که قسمت را و تقسیم را قبول نمیکنه، بلکه امرش، این نکته مهم یادداشت کنید، بلکه امر کیف دائر بین وجود و عدم است. بله، کیف امرش دائر بین وجود و عدم. یعنی اگر مقدماتش موجود باشد کیف موجوده، اگر مقدماتش نباشد کیف موجود نیست. مثالی که میزنن آقای تو فلاسفه مثل محبت. محبت یه کیفی چیه؟ بله، کیف نفسانی. اگر مقدمات محبت باشد محبت موجوده، اگر مقدمات محبت نباشد محبت موجود نیست. درست شد؟ منظور از اون مقدمات، بله، اون علت تامه است. اگر علت تامه کامل باشد این کیف هست، علت تامه نباشد از این کیف وجود ندارد. شما دیگه نمیتونی بگی محبت ناقصه. محبت ناقص نداره، یا دوستش داری یا دوستش نداری. حتی موقعی میگه هم دوست دارم بس دوستی هست. اینا تو فرمودی. پس کیف نفسانی تعریفش چی گفتن آقایون تو فلسفه؟ ماهیتون لا یقبل القسمه. اصلا کیف نفسانی قابل تقسیم نیست. درست شد؟ حالا بیا حرف منکرین اجتهاد تجزی رو بفهمید. رو میکنم به شما، میگه شما اجتهاد چی معنا کردین؟ ملکتون. بله، ملکتون یقتدر بها علی استنباط الحکمش شرعی. اجتهاد رو گفتین چیه؟ ملکه است. اینو یادداشت بکنم به درتون میخواد. اجتهاد ملکه هست. ملکه کیف نفسانی است. کیف نفسانی قابل تقسیم نیست. نتیجه پس ملکه و اجتهاد قابل تقسیم نیست. افتاد؟ اجتهاد چه معنا کردیم؟ ملکه. بفرمایید ملکه کیف یا کمه؟ ملکه چه معنا کردیم؟ گفتیم اون توانمندی. توانمندی امر درونیه. دقت کردید؟ قوه و توانمندی دیگه. پس ملکه کیف چیه؟ نفسانیه.
تو فلسفه کیف رو چه معنا کردن؟ لا یقبل قسم بلند نسبت. چیزی که کیف نفسانی باشه، کیف نفسانی امرش دائر بین وجود و عدمه. مقدماتش باشد موجودون، مقدماتش نباشه لیس به موجود. دیگه چیزی بین بین ما نداریم که امر ناقص باشه. خب شما گفتید اجتهاد ملکه است. ملکه امرش دائر بین وجود و عدمه، یعنی اگر هست میشود مجتهد مطلق، اگر مقدمات نباشه لیس به مجتهد. اما اینکه بگه مجتهد است ولی مجتهد ناقص، چند تا باب رو بلده بقیه رو بلد یا نیست، یا این آقا مجتهد است علل اطلاق او لیس به مجتهد. پس ما دیگه در این بین چیزی به نام مجتهد متجزی نداریم. این خلاصه دلیل این آقایان. دوباره عرض میکنم اجتهاد ملکه هست طبق تعریف شما. ملکه کیف نفسانی است. کیف نفسانی قابل تقسیم نیست، پس ملکه قابل تقسیم نیست. بلکه ملکه که کیف نفسانی است امرش دائر بین وجود و عدم. وجود یعنی چی؟ اجتهاد مطلق. درست شد؟ پس در این بین وجود و عدم یه چیز سومی به نام اجتهاد تجزی ما نداریم. انشاءالله که مطلب روشن شده باشه. یعنی این رو حداقل من دیشب شاید نزدیک به 1 ساعت با خودم تحلیل داشتم که چجوری برای دوستان تبیین بکنم. خلاصش اینه، ساندویجیش کردیم دیگه. دقت کردید؟ آقای حمیدی بگو چی شد بالاخره دلیل اول؟ یکم بلند بشه آقایون بشنون. این از قیاس با ملکه قیاس نفسانی تعریفش این است که معنیت رو لا یقبل قسمت و نسبت، نه قسمت را قبول میکنند و نسبت را. پس اجتهاد ملکه شد و ملکه قابل تقسیم نیست. پس در این نتیجه اجتهاد قابل تقسیم نیست. حالا آقای سید عطا میخواد بگی که چرا کیف نفسانی لا یقبل القسمت؟ جوهر هر دو جوهرن. دقت کردید؟ چرا کیف نفسانی قابل تقسیم نیست؟ پاسخ اینو من شاید نگفتم، تو ذهنتون نیست. کیف نفسانی امر بسیطه. دقت کردید؟ کیف نفسانی امر چیه؟ بسیطه. خب امر بسیط دیگه قابل تقسیم نیست. اونی که قابل تقسیمه چیه؟ مرکبه. مرکبات قابل تقسیم هستند، اما کیف نفسانی چون امر بسیطه، امر بسیط قابل تقسیم نمی باشد. درست شد؟ این خلاصه دلیل اولشون. خب شما علما که توی جمع نشستید، آقایونی که از فضای مجازی صدای ما رو دریافت بکنن، ما در تعریف اجتهاد قائل به چی شدیم؟ اجتهاد را به ملکه تعریف کردیم و در جلسه گذشتم گفتیم بین این اقوال ما قائلیم که اجتهاد تقسیم به مطلق و تجزی می شود. خب الان جواب این اشکال فلسفی رو چه بدیم؟ بله اشکال به ظاهر خیلی منطقی، بله محکم هست. آقا شما اجتهاد گفتیم ملکه، میگه بله. ملکه امر نفسانی است یا خارجیه؟ میگیم امر نفسانیه. این امر نفسانی مرکب است یا بسیطه؟ میگیم بسیطه. امر بسیط که قابل تقسیم نیست. پس چطور شما ملکه را تقسیم میکنید به مطلق و متجزی؟ درست شد؟ پس اینا رو میکنن به ما، میگه شمایی که اجتهاد را تقسیم میکنید به ملکه و تجزی یک ادعای بی اساسه، یعنی پشتبندش امر منطقی نیست، چون ملکه امر بسیط می باشد.
درست شد؟ این اشکال اول شما. چی به ذهنتون میرسه؟ درسته که مثلا که این امر نفسی هست و امر بصیرت هست، اما تشبیه پذیر هست، شدت و ضعف داره دیگه. همه مثال هایی که مثلا برای کیف ما در نظر بگیریم، همه مثال ها به شدت و ضعف تقسیم. مثلا همین رنگ سفید تیره، این آقا به شما میگه البسیتو به ما هو بسیتون لا یقبل القسمه. بله همون شدت و ضعف را میتوانیم مثلا به عنوان تشبیه بگیریم. مثلا یه مجتهد یا یه مجتهد کم از این جهت. اینا میگن مجتهد کم و زیاد دیگه نداره، یا مجتهد است یا نیست. این آقایون میگن آقا ایشون ادعایشون اجازه بده شیخنا، ادعای این آقایون که امر بسیط دائر بین وجود و عدم میباشد. حالا داریم میفرمایید، حالا من توضیح میدم انشاءالله. خب خدمتتون عرض کنیم که گوینده این سخنان رو هم یادداشت بفرمایید. این در کتاب شریف مصباح الاصول جلد سوم صفحه 441 مرحوم آقای بهسودی ایشون اینجور میگه فقط ذهب جماعتون الی استحالته. پس معلومه یه عده‌ای هم قائل به استحاله تقسیم اجتهاد به مطلق و تجزی هستند. فقط ذهب جماعتون الی استحالته، با همون توضیح که بدعوا ان ملکت الاستنباط امر بسیط وحدانی و البسیط لا یتجزا فان وجدت فهو الاجتهاد المطلق و الا فلا اجتهاد اصلا. اگر یافت بشه اجتهاد مطلقه و الا اصلا اجتهادی در کار نیست. درست شد؟ خب اما جواب بله متعلق چیز متعلق ملکه. الان عرض بکنیم. اما جواب از این بزرگواران، جواب آن است که ما قبول داریم، این چند تا مقدمه رو قبول میخوام بکنیم. ما قبول داریم ملکه کیف نفسانی است. یک. دو، کیف نفسانی امر بسیط است. سه، امر بسیط تجزیه پذیر نیست. ولکن کیف نفسانی دارای متعلقهای بفرمایید دارای متعلقهای فراوان است و به اعتبار متعلقهایی که دارد به اون اعتبار قابل تقسیم است. همانند حب. حب یعنی چی؟ دوست داشتن. یک چیز دیگه امر بسیطه. اما سوال می شود
بله، من تحبه، چه کسی رو دوست داری. یا ما تحبو، چه چیز را دوست داری. شما در جواب من میگویی، به متعلق ها فرقه که این محبت به کی و به چی تعلق میگیرد. گاهی اوقات متعلق حب الله است. بله، متعلق حب چیه؟ الله است. گاهی اوقات متعلق حب اولاد است. گاهی اوقات متعلق حب مال است. هر یکی از این متعلق ها که حاصل بشود، اگر گفتین هر یکی از این متعلق ها که حاصل بشود، حبم موجود است. هست یا نیست؟ ببین، تا زمانی که آدم ازدواج کرد حب و زوجه معنا، اما وقتی آدم زوجه پیدا کرد این حب هست یا نیست؟ تا اولاد پیدا نکرد چی؟ مثلا حب اولاد معنا نداره، اما مقدمه یا حب کمون اولاد است موجود بشه، حب اولادم میاد. الله تبارک و تعالی در رأس همه محبوبات چون موجوده، حب به الله هم هست. حب به محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین وقتی هستن حب هست. عنایت کردید؟ خب این هم ادامه بدید. حب به هر متعلقی توقف دارد به حصول همون متعلق و توقف ندارد به حصول مقدمات متعلق دیگر. عنایت کنید. وقتی مقدمات حب به الله موجود شد، مقدمات حب به الله چیه؟ کسی که معرفت به خدا پیدا بکنه. بله، مقدمات حب به الله موجود شد، محبت به الله میاد. این دیگه متوقف نیست که مقدمات حب به اولادم باشه، ربطی به هم ندارن. دقت کردید؟ حب به اولاد دیگه متوقف نیست که مقدمات حب به والدین هم باشه. شما لذا میبینید گاهی اوقات طرف حب به بله حتی پدر و مادر دارد اما حب به اولاد خودش نداره. این معلومه که هیچ ربطی به هم نداره. درست شد؟ یه تعبیر هم یکی از دوستان الان فرمودن، حالا تعبیر علمیش با تعدد متعلق بله این تقسیم ممکن میشه. تعبیر دیگر که مانوس به ذهن باشه همینه. میگیم که کیف نفسانی امر واحد است، اما امر واحدی که دارای شدت و چیه؟ بفرمایید ضعفه. مثال آقای میزنم به نور. به الله هم میگیم الله نور السماوات والارض. به نور خورشید هم میگیم نور. به نور ستاره هم میگیم نور. به نور شمع هم میگیم نور. یک حقیقت است، بله شدت و ضعف داره. پس یا با تعبیر شدت و ضعف بگیم یا تعبیر علمی که ما عرض کردیم تعدد متعلق. تعدد متعلق این امر بسیط میتواند قدم و مصادیق متعددی داشته باشه. خب حالا یادداشت بفرمایید تو جواب خودمون. هرگاه مقدمات استنباط همه ابواب فقه
برای شخص ایجاد شده باشد، اینجا ملکه اجتهاد به نحو مطلق است و اگر توان استنباط حکم شرعی نسبت به برخی ابواب حاصل بشود، اینجا اجتهاد به نحو بفرمایید تجزی است. پس بنابراین تقسیم اجتهاد به مطلق و تجزی امر چیه؟ بفرمایید معقوله. یعنی به اعتبار متعلق ما میتوانیم مصادیق بفرمایید فراوانی رو برایش بیان بکنیم. انشاءالله که مطلب روشن. در این باب یک تذکر مهم یادداشت بفرمایید. مرحوم سید خویی رضوان الله تعالی علیه، این خیلی نکته مهمه، علی رغم این که تقسیم اجتهاد به مطلق و تجزی را قبول دارد، اما در کنار استدلال قائلین به استحاله می‌فرماید اگر دلیل شما را بپذیریم که اجتهاد ملکه هست و ملکه کیف نفسانی است و قبول تقسیم نمی کند، باید، این باید مهمه، باید بپذیریم اگر اجتهاد را بذل الجهدم بدانیم، این استنباط و بذل الجهد هم امر بسیط است و قابل تبعیض و تقسیم نیست. یعنی این اشکال شما، بله، این اشکال شما هم بر مبنای این که اجتهاد ملکه است وارده، هم بر مبنای کسانی که اجتهاد را بذل الجهد میکنن. ادامه بدید. پس طبق حرف شما بر اساس همه مبانی، بله، تقسیم اجتهاد به مطلق و تجزی محال باید باشد. فهذا باطلون. این امر چیه؟ باطل. ما مشهور علماء ما میگن که اجتهاد علا قسمه. درست شد؟ مرحوم آقای خویی میگه آقای مستشکل اگه حرف شما رو بپذیریم چون ملکه امر بسیط قابل قسمت نیست، پس اجتهاد قابل قسمت نیست. اگر اجتهاد رو هم به معنای چی بگیریم؟ بذل الجهد بگیریم، بذل الجهد هم امر چیه؟ بسیطه، پس دوگه قابل تقسیم نباید باشه. این حرف مرحوم آقای خویی. یلاحظ علیه. من اینجوری نوشتم، البته ما شاگرد مرحوم آقای خویی هم نمیشیم، ولی به حال یه چیزی به ذهن آدم میزنه. ما اینجوری نمیشیم و هذا الکلام منه رحمت الله علیه عجیبون.
این سخن از مرحوم آقای خویی امر عجیبیه. بله یادداشت کنید. اگر اجتهاد را ملکه بدانیم اشکال قابل طرح است و نیازمند به جواب. اشکال قابل طرح یعنی چی؟ آقا ملکه کیف نفسانیه، کیف نفسانی امر بسیطه، امر بسیط قابل تقسیم ده بر مسائل. اما اگر اجتهاد را بذل الجهد بدانیم این اشکال قابل طرح نیست تا نیاز به جواب داشته باشه. چرا؟ چی به ذهن شما میرسه؟ ملکه نیست. ملکه نوش خب میگه بسیطه. ایشون میگه بذل الجهد هم امر چیه؟ بسیطه. امر بسیط قابل تقسیم نیست. پس آقای مستشکل طبق حرف شما همه کسانی که اجتهاد رو تعریف کردن و اجتهاد رو تقسیم کردن به اطلاق و تجزی حرفشون چیه؟ غلطه. چه کسانی که اجتهاد رو ملکه میدانن چه کسانی که اجتهاد رو بذل الجهد میدانن. نه نمیخوام جواب دیگر. میگه این تعجب از مرحوم آقای خوییه. یادداشت بفرمایید. گفته کسانی که اجتهاد را بذل الجهد میدونن اصلا این اشکال قابل تر نیست. برای اینکه بذل الجهد که فعل است، فعل کم است نه کیف. این آقای اقبال الان کیفش داده. دقت کردید؟ فعل کمه یا کیفه؟ بله؟ کمه. درست شد؟ میگیم چند ساعت کار کردی؟ چه مقدار کار کردی؟ کی آمدی؟ کی رفتی؟ هی قابل چیه؟ تقسیمی. درست شد؟ پس بذل الجهد کیف نیست. بذل الجهد چیه؟ کم است. یادداشت کنید. کم امر بسیط نیست و چیزی که بسیط نباشد قابل تقسیم به مطلق و تجزی هست. و شاهد علی شما از مجتهد سوال میکنید کار استنباطات شما به کجا رسیده است؟ چی جواب میده؟ میگوید استنباط در باب طهارت را شروع کردم و به پایان رسوندم، اما در باب صلات را هنوز شروع بفرمایید نکردم. الان کارهای شما رو تقسیم میکنه یا نمیکنه؟ میگه شما الان اومدید از صبح تا الان من یک جلسه رفتم سخنرانی کردم، یه بار رفتم مطالعه کردم، یه بار رفتم نماز خوندم، بعد رفتم نهار خوردم، بعد اومدم فلان. هی در اینجا میکن کاراتونو. آیا ارشد همین هست یا نیست؟ میگه امروز چیکار کردی؟ امروز چیکار کردی؟ شما از صبح شروع میکنید تا الان چند تا کار را اسم میبرید؟ سیم میشه. دقت کردید؟ پس خلاصه از اینه که فعل کمه. کم مقابل چیه؟ کیفه. کیف را میگن لا یقبل القسمت و نصف، اما کم را میگن نه قبول قسمت میکنه.
پس جناب آقای خویی شما میفرمایید آقای مستشکل حتی اگر اجتهاد را به معنای فعلا بگیریم، فعل امر بسیط قبول قسمت نمیکنه. برخی بزرگان میگن تعجب از مرحوم آقای خویی، چطور ایشون میفرماید که فعل قبول قسمت نمیکنه. سوال میکنه از حضرت آقای خویی فعل کم است یا کیفه؟ قطعا فعل کم، کیف نیست. درست شده؟ وقتی کم شد کم قابل چیه؟ تقسیم میباشه. پس بنابراین که ما اجتهاد را بذل الجهد بدانیم، این اشکال اول مستشکل اصلا قابل طرح نیست تا نیاز به جواب داشته باشه. بله اگر ما اجتهاد را کیف بدانیم و ملکه بدانیم، ملکه کیف قابل تقسیم نیست، اشکال قابل طرحه ولی قابل جواب هم می باشه. این اشکال اول و جوابش. اما اشکال دوم قائلین یا دلیل دوم قائلین به استحاله تجزی در اجتهاد، آن است که اجتهاد در هر مسئله ای متوقف بر نگاه به همه ادله هست. به تعبیر دیگر مبادی و مقدمات برای اجتهاد مطلق و متجزی به نحو یکسان است. از مجتهد متجزی از همون ابتدا مطلق است. بنابراین کسی که مسلط بر همه ادله هست مجتهد مطلق است. بنابراین اجتهاد تجزی معنا ندارد. اگه دوستان نوشتن یه توضیح مختصر من به شما بدم. ببینید کسی که میخواد فرضاً در باب حج اظهار نظر بکند، کی حق اظهار نظر داره؟ زمانی که تمام مقدمات اجتهاد داشته باشه. درست شد؟ زمانی که به همه ادله استنباط هم تسلط داشته باشه، یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع. درست شد؟ خب پس کسی که میخواد اظهار نظر بکند باید همه مبادی اجتهاد در اختیارش باشه که انشاءالله میگیم علوم 8 گانه‌ای که لازم است، از ادبیات بگیر، منطق بگیر، فقه، اصول، رجال، درایه و امثال اینها. درست شد؟ کسی که میخواد اظهار نظر بکند، به اظهار اجتهاد بکنه، باید تمام مبادی اجتهاد رو در اختیار داشته باشه. دو، بر همه ادله استنباط حکم شرعی هم باید مسلط باشد، از کتاب و سنت و عقل و اجماع. خب کسی که تمام مقدمات اجتهاد رو دارد، اشراف بر همه ادله دارد، این مجتهد مطلق است یا متجزیه؟ پس مجتهد متجزی کجاست جایگاهش؟ اصلا چیزی به نام مجتهد متجزی ما نداره. مطلب روشن شد؟ میگه کسی که میخواد یه باب از ابواب فقه را اجتهاد بکند فرقی ندارد با کسی که میخواد تمام ابواب را. چرا؟ چون اون یک بابی که میخواد اجتهاد بکند همون ابزار لازم دارد که کسی میخواد همه ابواب فقه را چا کند؟
اجتهاد کنه. مجتهد مطلق نیاز به چند علوم مقدماتی دارد؟ 8%. درست شد؟ نیاز به چند منبع دارد برای استنباط حکم شرعی؟ 4 منبع. خب مجتهد متجزی هم به اینا احتیاج دارد یا ندارد؟ پس در نیازمندی به مبادی و ادله استنباط لا فرق بین مطلق و متجزی. پس میشه مجتهد مطلق. اصلا مجتهد متجزی معنا ندارد. ما میگه چه فرقی است شما بین مجتهد مطلق و متجزی؟ میگیم مجتهد متجزی تو یک باب مسلطه. میگیم بفرمایید علوم مقدماتیش چیه؟ میگه این. خب میگه همین علوم که برای مجتهد مطلق هم هست. میگیم این مجتهد متجزی در استنباط حکم شرعی چند تا منبع نیاز داره؟ میگه 4 تا منبع. خب میگه مطلق هم که همین نیاز داره. پس چه فرقی است بین مجتهد مطلق و مجتهد متجزی؟ دقیق فرمودید؟ پس بنابراین میگه از باب وحدت منابع و ادله چی هست که 2 تا قید، وحدت منابع و ادله، اصلا دیگه تقسیم به مطلق و متجزی معنا نداره. همون مقدمات و ادله‌ای که مجتهد مطلق لازم داره مجتهد متجزی عیناً همین رو نیاز داره. دیگه تقسیم معنا بفرمایید نداره. این هم اشکال دوم. همین مقدار از اشکال رو که توضیح دادیم مکس بفرمایید. منتها شب یه مقداری هم اطرافش مطالعه بفرمایید که آیا این اشکال قابل جواب هست یا این اشکال قابل جواب نیست. ان شاء الله اگر عمری باشه هفته آینده روز دوشنبه در محضر خوبان خواهیم بود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا و نبی